البو ارائه می کند. کلیدر اثر محمود دولت‌آبادی، کاری از نشر صوتی آوانامه و رادیو گوشه با همکاری انتشارات فرهنگ معاصر. راوی و سرپرست گویندگان آرمان سلطانزاده. جلد اول، بخش اول، بند یکم، قسمت اول. اهل خراسان مردم کرد بسیار دیدند. بسا که این دو قوم با یکدیگر در برخورد بودند، خوشایند و ناخوشایند. اما اینکه چرا چنین چشمهاشان به مارال خیره مانده بود خود هم نمیدانستند. مارال دختر کرد دهنه اسب سیاهش را به شانه انداخته بود، گردنش را سخت و راست گرفته بود و با گامهای بلند خوددار و آرام رو به نظمیه می رفت. گونه هایش برافروخته بودند. پولک های کهنه برنجی از کناره های چارقدش به روی پیشانی و چهره گرد و گر گرفتش ریخته بودند و با هر قدم پولک ها به نرمی دور گونه ها و ابروهایش پر می زدند. سینه هایش فربه و خوب برآمده بودند، چنان که دو کبوتر بیتاب می خواستند از یقه‌اش بیرون بزنند. بالهای 4 قد مارال رویشان را پوشانده بود و سینه ها در هر تکان بیتابان موج می زدند و شلیته بلندش با هر گام هماهنگ موج پستانها نیم چرخی به دور ساقهای پوشیده در جورابش میزد. چشمهایش به پیش رویش دوخته شده و نگاهش را از فراز سر گذرندگان به پیشا پیش پرواز داده و لبهای چقندش را بر هم چفت کرده بود و چنان گام از گام بر می داشت که تو پنداری پهلوانی است به سرفرازی از نبرد بازگشته. هم اسب سیاهش قرعات چنان گردن گرفته سینه پیش داده و قراب سم بر سنگ فرش خیابان میخواباند که انگار بر زمین منت میگذاشت و به آنچه دورش بود فخر میفروخت. درویشی که پرده شمایل را به دیوار آویخته بود زبانش از صدا باز ماند، چه که تماشاگرانش همه چشم از پرده و گوش از صداش وا گرفتند. سر به سوی اسب سیاه و دختر گرداندند و گوش فرا دادند به درق درق با وقار سم اسب بر سنگ فرش خیابان که پردهدار نفیر از سینه برکشید و خلق را به خیش فراخواند. مارال نزدیک عمارتی که بر فراز سردرش بیرقی در هوا ایستاده بود ماند و به پاسبانی که در دهنه دکه چوبی کنار در ایستاده بود و چشمهایش برق میزد نگاه کرد و گفت: برادر، من با نومزاد و بابای خود کار دارم. حالا 1 سالی می شود که به حبسند. خیری می کنی راه و چاهی به من بنمایی؟ پاسبان جوان به دختر کرد و سیاه اسبی که پوزش را کنار شانه دختر نگاه داشته بود بیشتر نظر کرد و گفت: با این اسبت که نمی شود بروی میان حیات. اسب را باید یک جایی ببندی. مارال گفت: قولی بده که مراقبش می شوی. من دهنش را به این درخت گره می زنم. پاسبان گفت: هرگاه زیاد آنجا نمانی، چون که 1/2 ساعت دیگر کشتی من سر می رسد. مارال گفت: خب باشه و اسبش را پای درخت بید کشاند، دهنش را به دور تنه لاغر درخت بست
خرجین را از ترکبند برداشت، روی شانه انداخت، از سر مهر نگاهی به روی پاسبان گرداند و پا به دالان گذاشت تا زیر هلالی تاق لب حیات رفت و همانجا دمی ماند و به حیاتی که پیش رویش گسترده بود نظر کرد. کفاجر فرش و نمناک، حوضی در میان، اتاقهایی در یک سو، دیوارهای بلند کاهگلی و سایه، گروهی مرد و زن که در گوشه‌ای نزدیک زینه ها به انتظار ایستاده بودند. بالای زینه ها میان ایوان یک استوار پشت میز کهنه‌ای نشسته، هلالی برنجی روی سینه‌اش آویخته بود و با یک دستمال سفید عرقهای دور گردن فربهش را پاک می‌کرد. مارال را که همچنان مانده بر جا دید، از همان دور صدا کرد: اوی دختر، چی می‌خواهی؟ بیا بر این طرف. مارال نگاهش کرد و به راه افتاد. زینه ها را مردانه بالا رفت و در ایوان کنار میز نگهبانی ایستاد و گفت: نومزادم و بابای خود میخواهم. سرنگهبان که چهره‌ای سفید و پفالود داشت و موهای نرم سر و سبیلش را حنا بسته بود، خوب و بیش از آنچه به کار بود در مارال نظر کرد و پرسید: اسم ندارند؟ اسمهاشان چیست؟ دلاور و عبدوس. بابایم نامش عبدوسه، نومزادم دلاوره. فهمیدم کیها را میگویی. از کردهای توپکالی؟ نه برادر، از کردهای میشکالی، از دهنه شور، دورهای سرچشمه. اول به زندان نیشابور بودند. تو چی نام داری؟ به آنها بگویند کی آمده؟ مارال عبدوس. همین الان دارم از کلیدر میایم. خب آنجا بر دست آن زنها بایست، بگویم صداشان کنند. مارال به کنج رفت و میان مردمی که به انتظار بودند ایستاد و از گوشه چشم سرنگهبان را پایید که پاسبانی را پیش خواند، پاره کاغذی به او داد و گفت: بگو زودتر بخوانند، وقت تنگه. سرنگهبان در پی حرفش به دختر کرد نظر کرد. مارال سر پایین انداخت و رویش را از سرنگهبان گرداند. خرجین را از دوش پایین گرفت و شانه‌اش را به دیوار بلند تکیه داد. هوای تازه‌ای از کف آب پاشی شده ی حیات برخاست و بویایی مارال را انباشت. بوی خاک کهنه دیوار، بوی نمی که از خشت پخته های آب خورده برمیخاست، بوی سایه تابستانه، بوی آب مانده و علفی رنگ حوض که لایه‌ای وزغواره رویش را پوشانده بود، بوی برگ های انار و به، بوی مردمی غریب و غریبی همه در مشام مارال میریخت و دختر را با حالت تازه‌ای آشنا می‌کرد. مردم به این حال که در گوشه‌ای جمع شده و گردنهای نزار خود را هر کدام به سوی خمانده بودند، برای مارال یادآور بیله‌ای میشه گرما زده بود که از رمه بر زده شده و در آغلی به گرو نگاه داشته شده باشند. پژمرده و غمگین بودند و در سیمای هر کدام مشکلی را میشد نگاه کرد. شهری مرد خشکیده‌ای در پیراهن سلک سفید با آستین‌های برزده، مچ‌هایی همچون نی، لب‌های کبود و موهای خاکستری روی زینه ایوان نشسته بود و سیگار دود می‌کرد. پیرزنی روستایی آرام پشت به دیوار داده روی زمین نشسته و در فکر بود. جوان زنی شهری با چهره مهتابی لب یکی از زینه‌ها نشسته، بچه‌اش را روی زانوهایش دراز کرده بود و نرم نرم او را می جنباند. پاسبان دراز قامتی آن سوی باغچه کنار دیوار بلند در سایه ایستاده بود و به یک انار سرخ آویخته از شاخه نگاه می کرد. مارال را خواندند. برو آنجا، از آن در. مارال خرجین را برداشت، روی دوش انداخت و پا بر زینه گذاشت که پاسبان پیش آمد و خرجین را پایین گرفت. قدغن باجی، بگذارش اینجا بماند. مارال در نگاه پاسبان درنگی کرد و گفت: قولم میدهی که به دستشان برسانی برادر جان؟ پاسبان را کنایه حرف مارال به خشم آورد و گفت: به گمانت ما گورماس ندیده ایم؟ یالا لفتش نده، وقت تنگه.
نه اینکه مارال از تشر پاسبان واهمه کند، اما به گونه ای از کرد و گفت خود شرم کرد. پاره کاغذی را که از پاسبان واسطانده بود در جیب جلیقه جا داد. کنار خورجین نشست و سفره نان ساج، خیک سیاه گورماست و دبه قیماق را از خورجین به در آورده و به پاسبان سپرد. شرم از خود دور کرد و بار دیگر پاسبان را برانداز کرد، طوری که انگار می‌خواهد از چهره و چشم‌های او اطمینان دریابد اینکه آیا امانت را به سلامت خواهد رساند. همین که گویی می‌خواست نشانه‌های چهره مرد را به یاد بسپارد که اگر اشتباهی پیش آمد او را باز شناسد. سبیلی کوتاه زیر لوله‌های بینی تیز، زگیری بزرگ روی لب پایین، جای بریدگی روی گونه چپ، دو چشم قهوه‌ای در فرو رفتگی‌های زیر پیشانی و دو خط ابرو به نرمی موهای پوست یک گربه. پاسبان در نگاه کاونده و هوشیار دختر کرد سفره و خیک و دبه را برداشت و به کنج دیگر حیاط نزدیک در سبز رنگ و ناشوی در اصلی زندان برد و هر آنچه را که بود یکایک به نام از دریچه به آن سو داد و یک بار دیگر بلند گفت: دلاور و عبدوس. مارال با شنیدن نام کسان خود آرام گرفت و امید یافت که قیماق و ساجی و گورماست به پدر و دلاورش خواهد رسید. پس باز نشست و بندهای دهنه پله های خورجین را گره زد. آن را برداشت و به سوی پاسبانی که هنوز هم پای درخت انار ایستاده بود برد. بیخ دیوار گذاشت و گفت: تا برگردم سپردمش به تو برادر. پاسبان کشیده قامت سری به بی‌قیدی تکان داد. لبخند بیرنگی بر لبهایش نشست و گفت: از زینه ها بالا برو، پشت آن در، آنجایند. مارال پاسبان را دعا کرد و از زینه ها بالا رفت. ایوان را قدمکش از زیر پا در کرد و به دری رنگ ساییده رسید. ایستاد و دستگیره در را گرفت و پرشتاب فشرد. در گشوده نشد. مارال واگشت و دنبال سرش را نگاه کرد. مردی که پیراهن سلک سفید ببرداشت از زینه ها بالا پیچید و پای در دم به دم مارال ایستاد. دستگیره فلزی همچنان در قبضه مارال فشرده می شد و او درمانده نگاه به مرد داشت. لبخند زیرکانه‌ای به زیر پوست چهره تکیده مرد دوید. دستگیره را از دست دختر ایلیاتی گرفت و آن را چرخاند. در گشوده شد و مرد به درون پا گذاشت و تا در دوباره چفت نشده بود مارال از پی مرد رفت. دو اتاق بزرگ سر بر سر با نیمکت‌هایی بیخ دیوارها و چند صندلی به دور دو ستون، انگار یک قهوه خانه، منتها با دیوارهای لخت و چرک و عکس شاه جوان بر پیشانی دیوار مقابل. گوش و کنار اتاقها مردمی نشسته بودند که بیگمان زندانیان و کسانشان بودند. کپه کپه بچه ها و پیرزنها، زنها و مردها در هر کنجی دور هم بر زمین و بر نیمکتها نشسته بودند. عزیز دورماندهشان را میان خود گرفته بودند، نگاهش می کردند و به گفت و شنود بودند. برخیشان هم میوه می خوردند، انگور و زردالو و هندوانه. مردها هم بعضی سیگار می کشیدند. بچه ها روی کف پلشت اتاقها می لولیدند و پاسبانی خسته از کار بیکاری خود با پوزه پوتینش بچه نوپایی را بازی می داد. مارال هنوز نمی دانست چه باید بکند. برجا مانده بود و نگاههایش گنگ و گیج به هر سو دو دو می زد. پاسبان واپرسیدش که پی کی می گردد. مارال گفت: دلاور و عبدوس. پاسبان او را از لابلای مردم نشسته گذراند، پای دریچه‌ای که به دیوار بود و هنوز بسته بود برد و گفت: بماند تا بیایند. مارال شانه به دیوار داد و پشت دریچه بسته به انتظار ماند، در این اندیشه که باید هم امان به کسان اون ندهند تا از پشت دیوارها به این سو بیایند. عبدوس و دلاور و رجب کشمیر مباشر زمینهای دهنه شور ملک را با چوب خوابانده بودند که دیگر سر از خاک بر نداشته بود و قاطرش را هم ربوده بودند. هم این بود جرمشان و سنگینی جرمشان. لته دریچه باز شد و آستین و پیشانی و لبه کلاه پاسبانی در آن سوی از نظر مارال گذشت.
در دم عبدوس و دلاور در ته دالانی تنگ نمودار شدند. عبدوس سر به پایین داشت و دلاور پیش رویش را نگاه می کرد. پیش آمدند و پشت دریچه ماندند، هر دو دوش به دوش هم. دلاور کوتاه، 4 شانه و همچنان در هم کوفته بود. چشمهای ریز و میشیش کمی گود افتاده، اما رمق نینیهایش همچنان که بود. سبیل و کاکلهایش که پیدا بود هم الان شانهشان کشیده است. صورتش که بیخ تراش شده بود، مچهای کلفت دستش و کرکهایی که مثل پرز نمد ساعدهایش را پوشانده بود. پیشانی کوتاه و ابروهای پهنش و بریدگی سرلاله های گوش، همه خود دلاور بود. اما رنگ چهره دلاور نبود. آن رنگ آفتابی و سوخته دلاور نبود. رخ دلاور در بیابان که بود به رنگ پوست چنار بود، نه به رنگ سایه. حیف از گونه های کبود و قرص دلاور که تاب سایه همیشه زندان را نیاورده بود. ای مارال بلا گرداند بشود دلاور. نگاه دلاور اما جلای خود را، مهربانی و نیاز راستینه خود را نگاه داشته بود و بند انگشت‌هایش سختی خود را داشتند. نه، هنوز حلقی انگشتر به دور انگشت دلاور لق نشده بود. ناخن‌هایش هم مثل همیشه بلند بودند، اما زیر ناخن‌ها سفید و نه مثل همیشه سیاه و چرک نشسته. پیداست که در شهر، در زندانش هم دم دست آب بیشتری هست تا بیابان‌های جوین، دهنه شور و جلگه ماروس. یقه پیراهن آبیش بسته بود و دستمال سرخ ابریشمیش را مثل همیشه به گردنش گره زده بود. تسمه‌اش هم به کمرش بود، اما پاهایش برهنه بودند، نه مثل همیشه. همیشه در صحرا از پی گله که می رفت چاروق به پا داشت، پاوزار یا گیوه دوردار. حالا سر یک آستینش باز بود، یقین که دکمه‌اش کنده شده بود. همین، الا محال بود که تو مچ دست دلاور را ببینی. همیشه از پی گله که می رفت مچهایش با مچ پیچ بسته بود و اینجا لبهایش بسته بودند. لبها خشک شده، چنان که گویی بر هم دوخته شدند. تنها چشمهایش بودند که می گفتند و خاموش می شدند. باز می گفتند. هر دو خاموش و گرفته رو در روی هم ایستاده بودند. زبانهایشان را مگر گره زده بودند؟ نه، زبان مارال باز بود، اما حس می کرد سخن نمی تواند بگوید. لبهایش مرده و زبانش خفه شده بود. احساس این که سینه‌اش انباشته شده از واژگانی که تاکنون برایش بیگانه بودند داشت خفه‌اش می کرد. واژگانی که به روشنی در میافت تا این دم نشانی در یادش نداشتند. انبوه واژگان، سخنانی غریب، آنچه که تنها در همین دم خواست واگو شدن دارند، اون نمیتواند از قفس سینه رهایشان کند. میخواست بگوید من آمدم ببینمتان، سلام، خفت مخورید. اما همین حرفها در پندارش شگفت می نمودند و مارال نمی توانست بر زبان بیاردشان. راه گلویش گویی با گلوله‌ای از کرک بز گرفته شده بود. صدای خشک و اندوهگین پدرش عبدوس، هوای بسته و دردناک، هم کیفاور میان مارال و دلاور را برهم زد. محل کدام سویه که تو توانستی رو به اینجا بیایی؟ مارال این دم توانست به پدر روی کند و در چهره او بنگرد. عبدوس با اینکه پشت دریچه ایستاده و شانه‌هایش خمی بیشتر از پیش برداشته بود، باز یک سر از دلاور سر بود. بینی بزرگ، شقیقه ها استخوانی و چشمان آبی تیره همچو آسمان سپید دم و فرو نشسته به گودال کاسه ها. رگهای تیر کشیده گردن، ریشهای جوگندمی سیخ و چغر، دستهای بلند و نگاهی چون نگاه اسب، آرام و پر خود بود. همان گله‌بان میشکالی که گله توبکالی ها را میچرانید و سال برفی، سال پیش از گرانی،
ماده گرگی را در خم کوه دوبراران بر زمین کوبیده و قوچ عروس فرادخان را از کلفش به در آورده بود. رد زخم بر گرده دست چپش یادگار دندان ماده گرگ. مارال سرپایین انداخت، چرا که نمی توانست به چشمهای تیره غم آموخته و اندیشناک پدرش نگاه کند. نگاه عبدوس واگوی غریبی دوری بودند که آشنای مارال بود. مارال این را می دانست که بابایش کرد است و مادرش بلوچ بوده است. مهتاب از بلوچ‌های پراکنده پشت کوه سرخ و چاه سوخته، در خشکسالی پیش از گرانی از چادرهای خود ویلان شده، گذارش به تیره توبکالی افتاده و آنجا در چادر حاج پسند کنیزی کرده تا به جوانی پای گذاشته بود. تا بلوغ زنانه از دل بینوایی یال برافراشته و خواهش بلوغ دست به سوی عبدوس دراز کرده بود. عشق، همان نیروی لایزال که بنده و کدخدای نمی شناسد، ارزشی شایان آدمی و خود ویژه او. از گریبان فقر هم عشق سر می کشد. عبدوس دست مهتاب را به یاری گرفته بود. مهتاب به نامبرد عبدوس در آمده بود، خاری در چشم خویشاوندان. دل پرکبر کی تا به آن می آورد که عبدوس کنیزکی بلوچ را از خود کند. عبدوس را از خود وازده بودند، رانده بودند. عبدوس هم دست مهتاب را گرفته و روی به توبکالی ها آورده بود. پیداست آنکه از خیش بکند میان سیاه چادر دیگری جای پای پایداری ندارد. بچه سال اگر باشد یدگی پیشش می شود. جوان سال اگر باشد بخت آن دارد که گله یار بشود. اما هرگاه یال و کوپالی به هم زده باشد چوپان است، نه به آسانی. بدگمانی ها را از پیرامون خود باید زدوده باشد. گله‌بان. و عبدوس خوشیال و کوپال بود و خبره گوسفند. بر او بدگمانی نیز نمی رفت. زنش میان طایفه بود، گروگان گله‌داران. توبکالی ها به اجیری پذیرفتندش. مرد کار، پای راهوار بیابان. شبی عبدوس از گله به سیاه چادر خود برگشت و مهتاب را دید که برایش دختری آورده. زنهای محله بر دختر نام مارال گذاشته بودند. خوشقدم باشد. جای هیچ پندار نبود که مارال از آن همان ایل و سیاه چادرهایی است که میانشان پای بر خاک نهاده. پس عبدوس به نیروی دو عشق، مارال و مهتاب، کمر تنگ تر بسته و روز و شب بی یک دم درنگ، بی دمی آسودن در پی گله روان شده بود. کوه و دشت و بیابانهای خراسان را از زیر پاوزارها در کرده بود. از تاقی تا سرخس، از پل ابریشم و سنگسر تا دهنه شور و آن سوی کوه سرخ. زده بود، خورده بود، چرانده بود، دزدیده بود، دزدیده شده بود، خریده بود، فروخته بود و به هزار افت و خیز توانسته بود شماره میشهایش را از 1 به 50 برساند. نیم وجبی در ایل ریشه بدواند، دارای یک مادیان ابری بشود، خیک مسکه و مشک ماست داشته باشد، چادری جادارتر سر پا کند، سگی ببندد و چند تا جاجیم و قالیچه و رخت خواب فراهم آورد و جمازی بخرد. این تلاش تا بلوغ مارال کشیده بود. مارال به رأس رسیده و چشمهای محله را به سوی خود گردانده بود. برادرزاده نیرم خان خواهان مارال شده بود. اما عبدوس نگفته و اشکال کرده بود که شما از بزرگانید و ما از خردینگان. خوب است این کار سر نگیرد. خوشتر همان که ما با همگلیمهای خود وابندیم و شما با همبران خود. پس مارال به نام دلاور چوپان رفته بود. چوک دلاور هم از قماش خود عبدوس بود. بی کس و یکه، کاری و یک رویه. همخون نبود، نباشد. قلچماق و دلپاک و سر به راه و دل به کار بود. مرد را همین بس. از مردم قلعه چمن بود. جوان سال بود که از خانه به در زده و به میان کردها راه یافته بود. گدگی کرده بود. به جوانی رسیده و همراه عبدوس پی گله رفته بود.
به ریش و سبیل رسیده و خبره گوسفند شده بود. گرچه پیش از آن هم بی سررشته نبود، اما پیوند با مارال برای دلاور درد سر به همراه داشت. پیش از هر چیز مارال به دلاور هراس داد. هراس از بزرگان و کدخدایان توبکالی. هراس از نیرم خان و برادرزادش. هراسی که روز از روز پیش بیشتر می شد. این آتش زیر خاکستر ماند تا روزی که نیرم خان 3 از چوپانهایش عبدوس و دلاور و رجب کشمیر را پیش کرد تا بروند و بی پرداخت آب بها در زمینهای نرد ملک اخلمدی بچرانند. رفتند و گله را در زمین یله دادند. گله زمین را در خود گرفت. پیشکار حاج عبدالملک اخلمدی رسید. فتیله از پیش نم داشت. پیشکار اخلمدی زنجیر اردکانیش را از جیب بیرون کشید. پوزه و سر و روی گوسفندهای بی زبان را به باد زنجیر گرفت و زبان به دشنام گشود. دشنام به همه، به خرد و کلان ایل و طایفه توبکالی. پشت پیشکار محکم بود، اما کردها هم نمی توانستند سخن تلخ را با خود به چادرها ببرند. دعوا در گرفت. مردها به هم در آویختند و چوب دست دلاور که به نشان شاهرگ پیشکار اخلمدی فرود آورده شده بود بر شقیقه مرد خوابانده شد که بر خاک افتاد. دور خود غلتید، دست و بالش به پرپر آمدند و دمی بعد سر گذاشت و مرد. هر 3 چوپان به پاسگاه امنیه و پس آن به زندان کشانده شدند. همین زمان خشک سالی رسید و همراهش ناخوشی دام، بزمرگی. میخ سیاه چادرها از خاک برکنده شد و مردم چادرنشین آواره تر از همیشه راه بیابانهای دور پیش گرفتند. از دارایی عبدوس چیزی بر جا نماند. بزمرگی بیداد میکرد. مهتاو دقدار شد و در جا افتاد، چنان که گاه کوچ او را روی چارپایی میبستند و مارال: مادر خود نیاوردی؟ عبدوس چنین پرسید و همراه این صدا موجی از زهر و درد سراپای مارال را فرا گرفت. بندش لرزید. سرگونه ها و چانه‌اش تکان خوردند. دستهایش از بیخ شانه ها سست شدند و نگاهش از روی عبدوس رمید. نه، مارال نمی توانست همه آنچه را که راست بود و روی داده بود واگوی کند. ناخوشی که به جان گوسفندها ریخت همه دار و ندار دلاور و عبدوس را همراه خود برد. خبر مرگ مهتاو هم لابد برای عبدوس دشوار بود. با چه زبانی میتوانش گفت؟ مارال در تنگنای جان به خود پیچید. به هم برآمد و بر خود لگام زد تا از این گره برگذرد. پس با دردی در کلام، در چشمها و در همه چهرهش گفت: ناخوشی گرفت. بردمش سوزنده خانه عمه بلقیس. نام بلقیس، خانه عمه و سوزنده در یاد عبدوس گمشده هایی بودند که تنها رد پایی از خود بر جای گذاشته بودند و رمزی اگر در کار بود این که رد پاها هرگز روفته نمی شدند. سوزنده، دیوارهای کوتاه، خیلی کوتاه، درهای کوتاه، خیلی کوتاه، بامهای کوتاه، خیلی کوتاه. عبدوس بچه‌ای بود که تیره میشکالی نیت کرد سوزنده را سر راه ییلاق و قشلاق خود بنا کند. جایی برای اتراق در میانه 2 مقصد. سرپناهی برای دمی آسودن که برخی هم اگر خواستند دانه دیم بکارند. جامنزلی پایه در خاک. شبی نیمه شبی 1000 پیش آمد روی می دهد. چرا محل نباید دور از یورتگاه سرایی برای آسودن داشته باشد؟ جایی نزدیک به راه بزرگ بین نیشابور و سبزوار، 2 مرکز عمده داد و ستد پشم و پوست و روده و چارپا. حاج پسند پا پیش گذاشت و دیگر خویشاوندان گرد آمدند. زمین را با باری که آب کاریزش خریدند و به کار ساختن شدند. آن روزها عبدوس کون برهنه راه می رفت. این چند خردی بود و از گلهایی که برای ساختن پایه ها درست کرده بودند
برای خود قطار شتر درست می کرد. بلقیس یک هوا از او بزرگتر بود و شلیته‌ای بلند و سیاه می پوشید. تنها گلندام بزرگتر از همه بود که تازه به نام حاج پسندش کرده بودند و مدیار از عبدوس هم خردی تر بود. چندان که عبدوس نمی توانست چهره آن روزی برادر را به یاد بیاورد. از آن پس که عبدوس از محله خود کناره کرد، تنها یک بار به سوزنده برگشته بود. آن هم در مرگ مادرش گل خاتون. از آن پس یاد کسانش نکرده بود. کسانش هم یادی از اون نکرده بودند. حال که مارال داشت به میان قوم و خویش‌هایش برمیگشت، قوم و خویش‌هایی که نمی شناخت، عبدوس در گره دوگانه‌ای گیر کرده بود. اندوه و غرور. که این دو در هم عجین بودند. اندوهگین از این که خار شده و نتوانسته است کاری را که خود پیش گرفته بوده تا پایان تاب بیاورد. که به زندان افتاده، گوسفندش تلف شده و زن و دخترش میان طایفه غریب تنها مانده و آواره شدند و ناچار که به محله جد و تبار خود باز گردند و مغرور از این که چنین محله و طایفه‌ای و خویشاوندی هنوز برجاست که میتواند به کسان او پناه بدهد. و از دریافت آن موجی از شوق و مهر و خویش دوستی و حرمت به پیوند تباری خود در قلبش کله میزد و به او تر و تازگی بودن میبخشید. احساس این که اگر هم نباشد در مردم همخونش هست، اگر هم بمیرد در دیگرانش زنده است. و دلش یک بار هوای برادرش مدیار و خواهرش بلقیس را کرد و یاد هیاهوی بزرگترین خواهرشان گلندام در جانش زبانه کشید. عبدوس به چشمهای دخترش نگاه کرد و گفت: خوب کردی که رفتی به خانه عمت. خوب هم کردی که آمدی اینجا. من این چند شب خوابهای بدی دیدم. پریشب خواب این را می دیدم که تو و مهتاب دارید رو به یک جلگه خالی و خشک می روید. هیچ کس همراهتان نبود. آفتاب جهنم روی پشت بیابان سوار بود. ناخوشیش که لابد سنگین نیست. حال محله کجاست؟ کلیدر. تو چگاه از محله دور افتاده ای؟ بعد از نصف شب دیشب. پس حال اگر به راه بزنی کی به رد محله رسیدی؟ مارال لب فرو بست و دمی دیگر گفت: آمدم بگویم که من دیگر نمیخواهم همراه محله بروم. دلاور و عبدوس به هم برگشتند و یک جا به مارال نگاه کردند، چنان که چشمهایشان از او میخواست همه چیز را بی بیش و کم به آنها بگوید. چی پیش آمده بود؟ بیش از این مارال نتوانست راه بر اشک‌هایی که در روشنایی نینی چشمهایش می‌درخشیدند بگیرد. گفت: آمدم بهتان بگویم که دیگر میان محله کسی را ندارم تا همراهش بروم. براتم مرد؟ ناگهان دلاور این را پرسیده بود. مارال گفت: نه، او هم پای منه. افروزش پنهان چهره دلاور آرام گرفت. پیدا نبود اگر قرعات هم مرده بود او چه می کرد. قرعات کره اسب نازینی بود که دلاور پیشکش مارال کرده و گفته بود: قرعات چشم منه، آن را به تو می دهم. از آن پس چموش یک شناس را آموخته مارال کرده بود. مارال نگاهش را از دلاور گرداند و به چهره پدرش خیره ماند. عبدوس سر به زیر افکنده و خاموش در اندیشه بود. این از خط پیشانی و شقیقه هایش پیدا بود. دختر دریافت که کلام آخر را بی پروا گفته است: کسی را ندارم تا به محله برگردم. و این سخن به عبدوس گران آمده بود. عبدوس حالا به چه پنداری است؟ از این کلام چه معناهایی برای خود میگیرد؟ مرد در باد گم شده است. باید یک جوری حالیش کرد. باید برایش روشن کرد و به او فهماند که هیچ خبر ناگواری نبوده. اما چگونه میتوان زنجیری از دروغ بافت که سر و تهش با هم جور در بیایند؟ نه، هر واژه‌ای که از زبان مارال میگریخت
می توانست بندی از 1000 بندی را که او در خیال خود به دور یادهایش بسته بود پاره کند. هر سخنی گشودن دری بود به آنچه او نمیخواست بگوید. مارال به هیچ روی نمیخواست از کنیزی خود میان چادرهای نیرم خان و بستگانش برای پدر و نومزاد خود چیزی حکایت کند. حتی رد پایی هم از زندگانی نیم ساله خود نمیخواست نشان دلاور و عبدوس بدهد. همه خواست و نیت دختر این بود که بتواند هر چه را بر او گذشته در دل خود نگاه دارد و اندوهی را که در سینه‌اش انبار شده به کسی بروز ندهد. چه این را به خرد می دانست که آدم بیابان همچو عقاب است، آزاد و ناپرابسته. و هرگاه او را به دام بیاندازند و میان 4 دیواری تنگ بسته اش بدارند که همه آفتاب را نتواند ببیند و همه نسیم را نتواند ببوید و همه نواهای بیگانه و آشنای دشت و بیابان را نتواند بشنود، در غمی دلازار تهنشین می شود. پس نباید دیگر خاریهای بیرون دیوار را که بر عزیزانش روا می شود برایش باز گفت. چه سود که مارال از نگاه‌های بی‌پروای سمسام خان، لبخندهای مقبول و سبیل جنباندنهایش برای دلاور و عبدوس بگوید؟ چه سود از واگو کردن پچپچه های زنان و دختران پای دستگاه های جاجیم و گلیم بافی؟ مارال لقمه چرب و نرمی برای سمسام خانه. اول آخر هم سالم از زیر دندان سمسام بیرون نمی رود. چه سود از حکایت هراس شبها که مارال به زیر چادر دده کوکب می گریخت، پناه می برد و به جبران این که دده او را پیش خود نگاه دارد به هر حکمش گردن می نهاد. همچرا باید بگوید که سمسام چشم به قرعات داشته و دندان بند کرده بوده است؟ باید به منش بفروشی، الا تیرش می کنم. چه گفتن؟ جز این که از شنیدنشان شیر در قفس بقرد و به چرخ و تاب درآید چه می توانست کرد؟ جز اندوه فزاینده و خشم به هم در کوفته چه به همراه خود می آورد اگر مارال به مردهای خود می گفت خانهای بالا می توانستند پادرمیانی کنند تا قاضی محکمه کمتر از این برایشان زندان ببرد. اما تنها برای رجب کشمیر دوندگی کرده که بی تقصیر قلم دادش کنند و چنین کرده بودند. این چیزها را خوب تران بود که عبدوس و دلاور ندانند. چو که سر بر دیوار کوفتن داشت، هرگاه دلاور می شنود که سمسام خان نیمه شبانه به چادر دده کوکب تاخته و به مارال درآویخته است، گرچه مارال او را پهلوانانه از خود واپس زده و رانده باشد، که موهایش را به چنگال گرفته، گردنش را پیچانده و او را به ستیز نگاه داشته باشد تا دده کوکب از سر زاو به چادر برگردد. که رسیده بود. سمسام خود را رهانیده دده را پرتاب کرده و به میان شب گریخته بود. همان شب دده به مارال گفته بود: خوبه تو به میان تیره پدریت برگردی دخترم. که مارال هم با وزش نسیم سپید دم پا به رکاب کرده روی در بیابان نهاده و راه سبزوار پیش گرفته بود. حال اینجا روبروی مردانش ایستاده بود و خوب می‌دانست که باید زخم آنچه را که بر او روا داشته شده در قلب خود نگاه دارد و تا رهایی مردان برای هیچ گوشی وا نگویدش. پنداری مارال بیش از عمر خود بخرد بود. جماز چی؟ آن هم مرد؟ مارال سرفکند و به پاسخ عبدوس گفت: جماز جزو مالهای نیرم خان شد. او جماز را به زور از ما خرید. هیهات. عبدوس این را گفت و بس کرد. مارال شاید برای آرام داشتن دل پدر گفت: برای درمان ناخوشی مادرم از او پول استانده بودم. شعله دیگری به جگر عبدوس با این همه نرم گفت: غمی نیست. زمانی در میایم از این قفس. حال تو خود را از کدام راه به رد مال میرسانی؟ پیدا بود که پندار عبدوس بسی آشوب است، چرا که تا این دم مارال 2 بار به او گفته بود نمیخواهم هم پای محله بروم،
اما عبدوس باز هم این را از یاد می برد. این گمان برای مارال پیش آمد که بابایش پروای کندن از توبکالی ها را دارد. پس در پی درنگی دلواپس به بیم گفت: براتان گفتم که من را دیگر با محله کاری نیست. من دارم میروم در خانه عمه خود تا روزی که شما از اینجا در بیایید. عبدوس دو دل و گرفته گفت: از عمر تو من و عمت با هم برا هم کلام نشدیم. ما با هم دیگر قهریم. کلام عبدوس در هم شکسته و دل سپرده بود، نشانی از تسلیم، چنان که مارال توانست بر او چیره شود. پس گستاخ و از سر یقین گفت: من به آشتی می روم. دیگر نمی توانم میان توبکالی ها بمانم. نمیمانم. باید برگردم سوی تیره خودمان، میشکالی. من باید خود را برسانم زیر چادر عمم. آنجا میان توبکالی ها امان ندارم. بعد از شماها من آنجا تنها شدم. کسی را ندارم که شب سرش را دم چادرم بگذارد و بخوابد، چادرم را امن کند. مرد ندارم، گوسفندی هم که نمانده. هرگاه من همراه گله بروم باید کنیزی این و آن را بکنم. تو میگویی شویم دل به این کار میدهد؟ ها دلاور، تو چه میگویی؟ دلاور پیشانی از روی ساعد برداشت و سر برآورد. عقابی در دل نگاهش به کمین نشسته بود. کنارهای چشمها به هم آمده و پوست چهرهش چروک برداشته بود. دردی از درون، فوران درد. کدام کس به تو بی حرمتی کرده مارال؟ ها؟ کدام کس؟ میان محله کسی بدنامت کرده؟ به تو ننگ بسته؟ نه تا تو در باد دنیایی مردی یافت نمی شود که نگاه چپ به من کند. نه دلاور، تو دل خود آرام دار. دل خود آرام دار. هیچ کس. دلاور به پاسبان روی کرد و گفت: برادر، غیرت کن و یک کله ما را یکه بگذار. من با نومزاد خود اختلاط دارم. پاسبان دور شد، نتوانست بماند. عبدوس را هم پیش خود خواند. عبدوس هم پای پاسبان رفت و شانه های ستبر دلاور همه دریچه را پر کرد. مارال، هرچه را هست به من بگو. پروا مکن، به من بگو. هرگاه بدانم ناجوان مردی به نومزاد من نگاه بد کرده، این قفل ها را به دندان می جوم، خودم را به او می رسانم و چشمهایش را از کاسه بر می کرم. مارال دم نرم کرد و گفت: دلاور، تو چشم منی عزیز دل. من به اینجا آمدم که ناگفته و ناشنیده محله را یله نکرده و رفته باشم. نخواستم خود سر باشم. من آمدم خبرت کرده باشم، نه که از کسی شکوه آورده باشم. تو دلاور من، دل خود آرام دار. دلاور من، براتان مسکه و قیماق آورده بودم، از آن مرد واسطاندی؟ خواه ناخواه مارال گفتگو را به راه تازه‌ای انداخته بود و با کلام استوار خود دلاور را نرم کرده بود، چندان که توانست از مرد واپرسد: تو چه میگویی؟ بروم یا نروم؟ دلاور برا گفت: برو سوی عمه خود. و خاموش شد. مارال هم لب فرو بسته ماند. دلاور نه چنان که پیش از این نگاهش کرد، نگاهی آرام و دلپذیر. پس گفت: امشب را خیال داری کجا بمانی؟ به کاروان سرای حاج نورالله؟ جای دیگری مگر می شناسم؟ دلاور بی سخن ماند. مارال کیسه‌ای کوچک دست باف که نقش و نگاری رنگین بر آن گلچین شده و با نخ سرخ قیتان به گردنش بسته بود از میان یقه به در آورد. در کیسه را دست پاچه گشود. دستمالی گره خورده از درون کیسه بیرون آورد. گره دستمال را باز کرد و چند تکه اسکناس مچاله شده میان دستمال را برداشت و از دریچه به دست دلاور داد. بیا، این هم پول 4 تا جلابی که از تو باقی مانده بودند. بیم برم داشت آنها هم تلف بشوند، فروختمشان. دلاور پول را 2 سهم کرد. سهمی پیش خود نگاه داشت و
ماندهش را به مارال داد. مارال مشتش را روی پول هم آورد و به دلاور نگاه کرد. دلاور چشم در چهره او مانده بود و نگاهی دیگر داشت. بیل و آب، برهنه و داغ. پنداری در چشمهایش افسوس این بود که چرا یک بار، حتی یک بار این پستانهای گرم و پرخواهش را نمالیده است، که چرا یک بار این بناگوش سفید را که دنبه قوچی را میماند نبوییده است، که چرا یک بار سر بر بازوی خوشتراش مارال نگذارده است. غم این داشت که چرا زنش را بغل نزده و میان علفهای جلگه ماروس نخوابانده است. غم پرواهای نابجای خود را داشت، پشیمانی ساده دلی، خامی خود را. مارال هم همه کوتاه مردمی را که داشتند از درب حیات بیرون می رفتند نشنید، اما صورت کشیده و سبیل سیاه پاسبانی را که از خم راه رو پیچید و به سوی دلاور آمد دید. قامت نیمه خمیده پدرش را هم در ته راه را دید. بعد حس کرد که دلاور از او دور شد، از دریچه دور شد و لبهایش چند بار به هم خوردند و ناگهان دریچه بسته شد و او، مارال، مثل نقشی به دیوار تنها. از اینجا، راه اینجاست، دستگیره را بکش سوی خودت. آها. مارال در حیات نظمیه بود. خرجین اسبش را از بیخ دیوار برداشت، به شانه انداخت و از در بیرون رفت. قرعات همچنان با گوشهای تیز کرده کنار درخت بید ایستاده بود. مارال خرجین را پشت زین انداخت، دهنه را از دور تنه درخت وا کرد، به شانه انداخت و راه خود